شورای ششم روی آوارهای مدیریت شهری نشسته است و به تعبیر رویاهایش در فرداهای نچندان دور فکر می کند. پس از اتمام دوره پرماجرای شورای پنجم شهر رشت، حالا در حالی شورای جدید روی کار آمده است که فقط یک فرد از میان اعضای قبلی توانست دوباره کلیدش را در قفل شورا بچرخاند و وارد سهم شود. به نظر می رسد اعضای شورای ششم بعد از رکورد بیکفایتی که همکارانشان در دور قبل بر جای گذاشتند، چیز زیادی برای از دست دادن آماده نکردند و آنطور که پیداست آنها از حواشی مدیریت شهری هم دل خوشی ندارند و نمیخواهند در دومینوی استیضاح و انتخاب شهردار خود را گرفتار کنند. از همین رو آنها چندی پیش به بازی محبوب شورای پنجم که حتی تا آخرین روزهای حیاتش هم سعی در انجام آن داشت نگفتند و محمد احمدی را دوباره در پست شهرداری رشت منصوب کردند. شورای ششم تلاش می کند تا اگر هم قرار است جنجال آفرینی کند، در خلوت و چراغ خاموش این کار را انجام دهد. چندی پیش در انتخابات تعیین اعضای کمیسیون‌ها 8 عضو از این شورا به عضویت در کمیسیون ماده 100 روی خوش نشان دادند و این در حالی بود که داوطلبان ورود به سایر کمیسیون‌ها در برخی موارد حتی به حد نصاب هم نرسید. راز فعالیت شورای ششم در گرو زمان است، رازی که احتمالاً باید رمزش را در چند سال آینده پیدا کنیم، وقتی که آمارهای زیرساختی نشان دهند که رشت یک شهر محروم باقی مانده یا شورا توسعه را بر لابیگری ترجیح داده است.